وأصحابه أجمعين أما بعد. سنة الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه كتابة يواد حديث أبو هريرة يواد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. وهذا لفظ مسلم وللبخاري فأكل وشرب وللدارقطني والحاكم وصححه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. این حدیث درباره که نکنون درباره من نسیه که شد یعنی ایدان چی برامجانه من اکل او شرب ذاکران عالما نسیان یعنی کسی که ایاد برآوره حالت روزان داشته اون چیز خورد یا اون چیز نوشد و روزی چی دوام میکنه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن چه میشه یعنی وایبا هیچ خیل یعنی چه روزش دوام میتید همین چیزی که خورد چیزی که نوشید چیزی که نوشید این از کی بود؟ از الله سبحانه و تعالی. این از الله سبحانه و تعالی بود. نعم فأكل وشرب یعنی ایدن این چیز این مسئله چه میتید یعنی آدمی که روزه نهار رمضان انده یک چیز خورد یا که یک چیز نوشد یعنی روزش چه میشد یعنی صحیح باقی میمونه. لیکن اینجا انده یک مسئله که الان یک آدم اینجا انده خلاف نیست یعنی خلاف نه بین اهل علم یعنی آدمی که فراموش کرده یک چیز خورد یا که یک چیز نوشد روزی وای چه نشکافتنش با بین اهل علم چه گفتم یعنی بین اهل علم خلاف نیست لیکن اینجا چه یک مسئله هایی که انکو یک آدم ما دیدیم نهار رمضان انده چیکار کرد یک چیز خورد یک چیز نوش کرد این کار میکنیم یا نه فهمدید؟ على من جانب بعض أهل العلم لا ننكر عليه لأنه إنما الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه. فهمت؟ يعني یک آدمی که دیدید شراب یا که آب یا که خوراک خورده استاده این کار نکنید یا درست نکنید. برای که مونید وای الله سبحانه وای مهمان الله یعنی الله وای به طعام وای به شراب الله تعالی داده استاده. فهمید؟ لیکن دویم قول راجح چای باید که تذکر کنونه این قول صحیح تر برای از قول نبی صلی الله علیه وسلم من رأى منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. قول راجح یعنی انکار میکنیم برای که این چیز منکر باید که چیکار کنیم انکار کنیم یعنی انکار کنیم منکر باید که انکار کنیم. یک مسئله دویم با اینجا مسئله که خلاف شد مسئله چه همینه که اکل او شرب ناسیا هل علیه قضا او علیه کفاره یعنی فهمیدیم که ایدن چه میشد یعنی هو معذور امام الله عز وجل یعنی ایدن ماذا یعنی ایدن هو برئت ذمته امام الله عز وجل یعنی ذمه برداشته شده. لیکن اکنون قضای کفاره های وای بنده بیان نیست. فهمید؟ قضا یا که کفاره های وای بنده یا که نیست. فهمید؟ قول راجح نیست وای به کفاره هم نه قضای هم نه برای که زیاده که اومدگی من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضا علیه ولا کفاره یعنی آدمی که یعنی چیکار کرد یعنی طعام یا که شراب خورد نهار رمضان انده وای به قضای هم نیست و چیه کفاره هم نیست. طبعا این زیاده ظاهرش اسنادش رجال صحیح روایتی که اومدگی محمد ابن رزیق اومدگی هو ثقه و مع هذا قد تابعه ابو حاتم
این روایت محمد ابن عمرو، یعنی روایتی که میبیاد یعنی محمد رزیق میبیاد، محمد ابن رزیق تفرد میگوید یعنی بعضی اهل، لیکن حقیقتا محمد ابن رزیق تفرد نشده اینجا، فهمیدید؟ ها؟ چی؟ نعم روایت دارقطنی ده، روایتی که اومده که محمد ابن رزیق، نعم محمد ابن رزیق تفرد نکرده. نعم سنن از محمد ابن عمرو ابن علقمه اللیثی عن ابی سلمه عن ابی هریره اومده روایت. بعض اهل علم زیاده یعنی 16 میگه، لیکن علی کل یعنی این چیز صحیح برای همین آدمی که یعنی اکل او شرب ناسیا لیس علیه قضاء ولا ماذا ولا کفاره، وای به قضایی هم نیست، وای به چی هم نیست، وای به کفاره هم نیست، وای به قضایی هم نیست، وای به چی کفاره هم نیست. نعم.